ادعای تلفات سنگین طالبان در شمال. جبهه مقاومت میگوید که 115 طالب در پنجشیر کشته و زخمی شدند. اعتراضات جهانی همزمان با یک سالگی حکومت طالبانی. معترضان میگویند اندیشه طالبانی قابل قبول نیست. دروغگو خواندن سرقمندان پیشین از سوی رئیس ستاد ارتش پیشین. علیزی میگوید که ادعای اشرف غنی دروغ شاخدار است. و 1 سال زیر درج سفید. عفو بین الملل میگوید که 1 سال حکومت طالبان روایتگر نقض گسترده حقوق بشر است. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. با پایان 1 سال از حکومت طالبان، ظاهراً جنگ در افغانستان وارد فصل تازه‌ای شده است. حملات اخیر جبهه مقاومت در ولایت‌های مختلف کشور به ویژه پنجشیر روایتگر این فصل تازه است. جبهه مقاومت ملی امروز سه‌شنبه 25 اسد با نشر خبرنامه گفته است که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای این جبهه در چندین منطقه از ولسوالی‌های ولایت پنجشیر 89 طالب کشته شده و 26 تن دیگر آنان زخم برداشتند. جبهه مقاومت افزوده که این عملیات در نخستین روز از سالگرد اشغال افغانستان به دست طالبان از سوی نیروهای دلیر مقاومت ملی انجام شد. این در حال است که روز گذشته جبهه مقاومت با نشر خبرنامه از اسیر شدن 40 تن از جنگجویان طالب به دست نیروهای این جبهه خبر داده بود. اما خبرگزاری دولتی باختر تحت اداره طالبان به نقل از مسئولان محلی در پنجشیر خبر اسیر شدن 40 جنگجویشان را در دره آرزوی ولسوالی عنابه این ولایت رد کردند. طالبان موضوع اسیر شدن 40 نفر جنگجویانشان را در این ولایت بی اساس خواندند. در ادامه اعتراضات جهانی بر ضد طالبان، شمار از شهروندان افغانستان مقیم در کشورهای مختلف طی قطعنامه گفتند که جهان به طالبان نباید مشروعیت دهد تا بار دیگر تهدید برای دنیا باشد. گروهی از فعالان اجتماعی تحت نام مردم آزادیخواه افغانستان مقیم در کشورهای مختلف با تاکید بر این که جامعه جهانی نباید اجازه دهد حادثه خطرناک 11 سپتامبر بار دیگر تکرار شود، به جاده‌ها بیرون شدند. این مظاهره کنندگان روز گذشته دوشنبه 24 اسد با انتقاد سخت از فرار اشرف غنی رئیس جمهور فراری این کشور و عدم مدیریت درست و صادقانه روند صلح از سوی زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان گفتند تفاهمنامه دوحه روند تسلیم دهی این کشور را سرعت بخشید و بعد از فرار شرم‌آور آقای غنی کشور چند میلیونی با دستاوردهای 20 ساله‌اش به دست طالبان متحجر سقوط کرد. آنان عملکرد و رهبری حکومت پیشین را خیانت دانسته و محکوم کردند و خواهان به محاکمه کشانیده شدنشان از سوی محکمه جهانی شدند. این معترضان با اشاره به کارکردهای ظالمانه 1 سال پسین طالبان در برابر مردم از جمله کشتار، کوچ اجباری، سلب حقوق اولیه مردم، سانسور رسانه‌ها، تجاوز به حریم شخصی و محدودیت‌های سختگیرانه در مقابل زنان و دختران خواهان بیشتر شدن تعزیرات جهانی شدند. در قطعنامه این گروه آمده است سکوت جهان در برابر اعمال طالبان باعث فقر روزافزون، بحران‌های بشری و پایمال شدن حقوق مردم به ویژه زنان شده و هر کشوری که طالبان را به رسمیت بشناسد در جنایات و ظلم این گروه شریک خواهد بود. هیبت الله علیزی آخرین لوی درستیز حکومت پیشین با رد ادعای اشرف غنی درباره فروپاشی ارتش قبل از فرار او از کابل گفت که خروج غنی باعث گسست نظام و خلای قدرت در کشور شد. او در یادداشت بازگشت طالبان را نتیجه معامله ننگین و شرم‌آور سیاسیون فاسد در رأس اشرف غنی توصیف نمود. اشرف غنی در جدیدترین مصاحبه‌اش با تلویزیون CNN گفت که او پس از آن مجبور به فرار از کابل شد که نیروهای امنیتی افغانستان فرو پاشیدند و مقامات بلندپایه نظامی از جمله وزیر دفاع وقت قبل از او پایتخت را ترک کرده بودند. ژنرال علیزی افزوده که فاجعه سقوط نظام افغانستان عوامل سیاسی داشت نه نظامی. او غنی را با بی‌کفایتی و انحصار طلبی در بخش امنیتی متهم کرد و با انتقاد از وی گفت که خود را از تمام بار مسئولیت مبرا دانسته و آن را به دوش دیگران محول نموده است. او ادعای غنی در مورد فروپاشی نیروهای امنیتی در روزهای آخر سقوط کابل را دروغ شاخدار توصیف کرده و مدعی است که رهبری وزارت دفاع در جریان فرار غنی در مقر وزارت دفاع در حال اتخاذ تدابیر و پلانگذاری چگونگی تامین امنیت شهر کابل بود که متاسفانه خبر فرار سرقمندان اعلای قوای مسلح کشور را شنیدند.
که باعث گسست نظام و خلای قدرت در کشور شد. او در پایان یادداشت خود با منظور احقاق حقوق شهدا و قربانیان جنگ خواهان به محاکمه کشیده شدن اشرف غنی شده است. پیش از این جنرال علیزی در یک سخنرانی در واشنگتن در 26 جوزا مدعی شده بود که در جریان جنگ در سالهای پیش از سقوط دولت از مقام‌های آمریکایی و افغان پیام‌های مبنی بر توقف جنگ در برابر طالبان دریافت می‌کردند. به گفته او مقامات آمریکایی می‌گفتند که جنگ با طالبان باعث برهم زدن توافق دوحه خواهد شد. علیزی در نشست دوره‌ای کمکا در واشنگتن دی سی گفت که تغییرات آنی و گسترده در رهبری نیروهای امنیتی از سوی اشرف غنی و حمدالله محب باعث پراگندگی و شکست ارتش شد. سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت به طور دوامدار دست به نقض گسترده حقوق بشر، آزار اقلیت‌ها و سرکوب اعتراضات زده و برای ایجاد ترس به اعدام و ناپدید کردن افراد متوسل شده است. به گفته این نهاد، 1 سال حکومت طالبان روایتگر وعده‌های دروغ این گروه است. یمنی مشرا مسئول منطقه‌ای عفو بین الملل در امور جنوب آسیا گفت طالبان 1 سال پیش برای حفاظت از حقوق بشر تعهد کردند، اما با سرعتی که این گروه دستاوردهای 20 سال اخیر را برچیدند سرسام آور است. او افزود که هر گونه امید به تغییر از بین رفته است، زیرا طالبان به دنبال حکومت از طریق سرکوب و خشونت با مسئولیت کامل است. به گفته سازمان عفو بین الملل، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن و اعدام‌ها به دستور کار روز طالبان تبدیل شده است. زنان و دختران از حقوقشان محروم شده و با آینده تاریک روبروند. عفو بین الملل از طالبان می‌خواهد که هرچی فوری از نقض فاحش حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین المللی دست برداشته و برای اعاده حقوق مردم گام بردارند. همچنین این سازمان می‌افزاید که در مدت چند هفته پس از به قدرت رسیدن طالبان، گزارش‌های مبنی بر اخراج افغان‌های غیر پشتون به زور از خانه‌ها و مزارعشان منتشر شد تا این گروه بتواند به پیروان خود زمین‌های مصادره شده از گروه‌های دیگر به ویژه هزاره‌ها، ترکمن‌ها و ازبک‌ها پاداش دهد. به گفته عفو بین الملل، شمار زیاد از اقلیت‌های قومی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.